برو دیگه برو. نگم بابا بچه خوب به شهر که میری شهر بیرواره خوب متوجه باشه خوب به خود ساعتی هم بخر خوب یک چیزی به تو بگم که مادر تو همین تنباکو چوب و برگ خیلی خوش داره از تنباکو چوب و برگ هم از میندی تنباکو آوری بسکو خوب یک چیز دیگه به تو بگم خوب از سرک که تیر میشی نگاه کن خوب همون چراغای سبز و سرخ همون آدما که ایتا راه میره تو تیر شو هم که سرخ شد تیر نشو خوبه بابا من دیگه طور به خدا سپردم نگو شهر خیلی بیرواره شلوغه ایتا نشه که به هر رای بری خوب نگاه کن چردو برخو نه نگاه میکن بابا حواس باشه برو طور به خدا سپردم برو دیگه بخور ساعته که هم بخرد برو طور به الله سپردم برگه که چی می بخری برات؟ ها چی می بستنی؟ یا آقا دشمله شکر نیلو هستو یا آقا ساعتی بودم که هزینه خیلی بیتر میتونم خود ساعتی خوش کنم دشمله نستونو نی دشمله ما انتقا کنی هر رقم ساعت خوش داری بگو که بودم بلاشی ساعت خوبی سیکو نمی بده تا همین رنگ خوبی دارم همون وردم به دست کو دست خوب کن چطور به دست خوب کنم؟ حل مقبول بوتنی اینجا بسته میشه جانم کجا؟ حتی کشته مقبول میگه کشته میچرخه اما میچرخه باید کمکی که شاخ شی باز دیگه دیگه نمیچرخه با پول دشمنه اگه نبرم پیام دو میدم با جان دشمنه می چیکار کنی یا بگو حیات میبره یا بگو ساعت خوش کردن خر ما اونجا هستی خر تو کس نمیبره آها چندی بودم؟ 8 ساعت من 8 ساعت ندارم چندی داری؟ همین آیه سریع برو بخیر برو پیام دو نمیده پیار تو چرا جای بده بگو ساعت استوندم برو خوبه برو بس این چرا ساده اینه این ساعت مثل که من سودا هم نستوندم همه پولت سودا این ساعت استوندم ساعت مرته که خرابه به من داده بیا بریم که باید این ساعت خراب ده خیلی پیام من میشنه برو لا ساعت می بیا که چی ساعت هاییه بیا بسک میام ماما این چی ساعتی دادی پولا هم از ما بسوندی این کار نمیکنه چرا؟ برفتم تا دی برفتم خوب هم آمد دیدم این کار نمیکنه پولا هم بسوندی ساعت خب کار میکرد ماما من خیلی خب برفتم کار میکرد و چه کار؟ دیگه تا نزدیکا خونه که برفتم ساعت نگاه دیدم کار نمیکنه و ترا به سر خر خب نکشید یا بزده بشی ترا یک جا همین چراغا که سخت بوده صبحی هم بوده سرخ شد تیر نشد سرخ شد تیر شد همونجا همونطور جرخی شد سرخ تیر شد جرخی شد نشد همونجا میسود خب دیگه نمینه جانم خوب تو به سر خر خب که قیق کشیدی این ساعت هل کرده بس داده انحالی همینه که به دست خود ببره بخیر بعد یک هفته که هول ازی بشینه بفهمیدی دل ازی آروم شه پس خودی به راه مفته یعنی دل ازی آروم بشه مثل این هل کرده جانم خوب ساعت هل میکنه اشتل نمیکنه مادر عروس اشتل میکنه دمی که لرزه دل مادر عروس میزنم یعنی همه میتونه یعنی بعد یک هفته پس خودی به راه مفته جانم دل جمع برو هر که پرسید بگو هل کرده ساعت ما بس داده خوب برو
فضل احمد اشتا دیر کرد خیلی به تشویشون به خدا این موتری نزنه این سر به هوایه نمیفهم چکار کنم سلام بابا بیامدی بچه من بیامدم میگو های بابا کو تنباکو کو چای دشلما که با تو بخونه گفتم چای دشلما بخر کمی شیمه ای میودونه بخر چکار کردی چی آوردی بابا ها هرچی پول نداده بدیم به ننه تنباکو دشمله اینا بستونم خوب 22 روپیه دیگه کام آوردم انا ساعت خوش کده اشته ساعت مقبولی کو بدی ساعت آنه بابا کو بدی اشته ساعت جلبلی که هسته بابا مقبولیه بابا ای که ساعت استادی نمیگرده خب بابا من میفهم که این نمیگرده اگه این نمیگرده آقا مسی چکار کنی که ریستوندی بابا این یک هفته دیگه لرزه دل از این مثل که خوب باید کار میفته خاک به سر توشه اصلا ساعت هم لرزه داره لیو هم لرزه دل عروس بگی که وقتی که او میبرن به خونه و مادر عروس دلی لرزه میکنه ای که ساعته بابا من چی میفهمم همین ساز گفته خوب یک هفته بعدی و این لرزه که بسته که به کار بفته ساعت هم لرزه دل داره کی به تو گفته ساعت ساز یا ساعت فروش بابا این ساعت فروش به من گفت خوب همه که گفت خب من به ساعت کازی بخریدم بیامدم بده بعد از اون که بیامدم به هم نمیرا رسیدم دیدم ساعت بس ساده خب پس دار زدم برفتم گفتم بابا این ساعت تو خرابه گفت تو چه کار کردی به سر خرجیخ کشیدی گفتم ها خب همه جیخ کشیدی خر عمل کرد ساعت عمل کرده بعد از یک هفته حولی که تشینه به کار میفته ای خاک به سر توشه تو خو نمیفهمی که بعضی از این شهری های ساعت فروش ساعت که به جون مردم میزنم این گپار میزنم ساعت که دل نداره ای تو نمیشه بیا که بریم که پیش مرتکه مگر ساعت عوض کنه یک ساعت دیگه بده تمام زندگی ما رفتی بالی همی ساعت دادی نه چای نه دشلمه نه شی نه می ای خواب من سرشون جلو شو بابا شما به دنبال بیایی خب بیا که بریم به شهر که یه واسه خواب من رنگت بشه